ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори шашумро аз рӯи романи нависанда Муҳаммадзамони Солеҳ «Девори Хӯросон» дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. محمدزمان صالح دیوار خراسان. بیرون شهر، دروازه غربی. بلعمی با بزرگان شهر در تپه نزد دروازه غربی انتظار آمدن امیر اسماعیل ایستادند. امیر اسماعیل از بلندی با خیلی قلیل خیش نمودار می شود. نصر خردسال در بغلی بلعمی است و سوی آیندگان دست دراز می کند. بلعمی: کی می آید؟ کودک: پدرم. بلعمی: کو؟ کودک: پیشاپیش سواران. با رسیدن خیل مشاهده می شود که امیر اسماعیل در بین پیشوازگیرندگان شاه را می جوید. بی ضابطه و با تشویش به هر طرف نظر می کند و حتی تلاش پسرش را به سویش نادیده می گیرد. پیشوازگیرندگان کیها پیاده شدند و نصر خردسال به سوی پدرش می دود. امیر اسماعیل از اسب پیاده می شود و فرزندش را از زمین برداشته می بوسد و بالای اسب خودش سوار می کند و رکاب در دست پیشاپیش اسبش به طرف دروازه می رود. در این هنگام خواجه بزرگ و غلام خاندانشان ترک پیر سما الکبیر که امیر اسماعیل را دوست می داشت با آغوشی باز به او می رسند. بلعمی: پایتخت پیشکش. سما: امیرم خوش آمدند. امیر اسماعیل هر کدام را آغوش کشیده در فراوردی پذیرایی به خواجه بزرگ و سما الکبیر رو می آرد. هنوز در چهرهش تشویش و نگرانی نامعلوم احساس می شود. امیر اسماعیل: بخیر است؟ امیرم چه حال دارند؟ بلعمی: خیر است. امیر با نمایندگان بغداد خیلی بند بودند و به پیشواز امیری بخارا برآمدن نتوانستند. از جانب ایشان من عذر پیش می آرم. امیر اسماعیل: من کیستم که امیرم عذر آورند؟ من فقط از نبودن برادرم به تشویش افتادم که مبادا بیمار باشند و یا من شادم که امیری بزرگ تندرست هستند. سما با شادی و هیجان: پایتخت پیشکش. امیرم خوش آمدند. آنها وارد شهر می شوند و به جانب سرای سمرقند می روند. از دو طرف راه بالای بامها مرد و زن، جوان و پیر، دختر و پسر به استقبال امیر اسماعیل برآمدند. امیر اسماعیل با حیرت به خواجه بزرگ می نگرد. بلعمی: امیرم فرمودند که تا یک مدت شما را در سرای شهر فرود آوریم. امیر اسماعیل پریشان حالانه گمانبر از یک پیش آمدی ناگوار و نامعلومی قریب که در آهنگ سخنش ترس و هراس احساس می شود. چرا؟ کسی به این پرسش جواب نمی دهد. امیر اسماعیل همچنان به چهره خواجه بزرگ می نگرد ولی او نگاهش را از امیر اسماعیل می گریزاند. سما الکبیر نیز همچنین رفتار می نماید. امیر اسماعیل: پس امیرم از آمدن من ناخشنودند؟ امیر اسماعیل دیگر به همرکابانش اعتبار نداده به استقبال گیرندگانش سلام می دهد. در برابر موسفیدان از روی زین نیمخیز شده تعظیم می نماید. به همین منوال به در سرای شهر می رسند و پس درهای آن ناپدید می شوند. یکی از حجره های سرای.
ابوالفضل بلعمی و سیما الکبیر نشستند. غلامان به گستردن دسترخوان مشغولند. بلعمی به غلام. امیر اسماعیل تأخیر می کند. غلام: ایشان غبار راه می شویند، دم بدم می آیند. بلعمی: شاید دیگر وقت بیاییم. غلام: ایشان خواهش کردند که آمدنشان را انتظار باشند. غلام به پیاله ها شربت می ریزد و تعارف کرده برآمده می رود. پس از چند لحظه دیگر امیر اسماعیل وارد حجره می شود. میهمانان به پیشواز او از جایهایشان می خیزند. امیر اسماعیل: بفرمایید. برای معطل کردن از ایشان عذر می خواهم. راه وزنین بود. غبارش هم شسته شد. اکنون می توانیم با فراغت و آسوده صحبت کنیم. میهمانان به جایهای خیش می شینند. امیر اسماعیل پیاله های ایشان را از شربت پر می کند. امیر اسماعیل: شاید تاخترش شراب خستگی ها را می برد. ما باید خستگی هایمان را رفع نماییم. شما خستگی امور را، من خستگی راه را. امیر اسماعیل 3 بار کف می زند. غلام حاضر می شود. شراب تلخ. غلام شراب می آرد. پیاله ها چند بار گردش می کنند. بلعمی: امیرم از بیخبر آمدنی جناب عالی و امور ولایت بخارا را به حال خود گذاشتن خیلی در تشویشند. امیر اسماعیل: فکرتان را روشن بیان کنید. امیرم از این رفتار من به خشم آمدند؟ بلعمی: من این را نگفتم. در حقیقت امیر از این رفتار شما راضی نیستند و علتی چنین عمل را فهمیدن می‌خواهند. امیر اسماعیل: تا فردا صبر می‌کنیم. سیما الکبیر: جلالت پناه ما را مأمور کردند. امیر اسماعیل: قضیه از آن چی ایشان تصور می‌کنند مرکب‌تر است. اگر به یک حرف و 2 حرف تفسیر شود، از آن معنی اسیان و یاغیگری برمی آید. ما برای تفصیلی کاملی وضعیت فرداها داریم. بلعمی: امیرم فهمیدن می خواهند. امیر اسماعیل به اندیشه فرو می رود. پس از گذشتن چندین لحظه سر بالا کرده خسته و با آواز گرفته می گوید: خلاص کلام، آنچه آنها می خواهند من نمی خواهم و آنچه من می خواهم آنها نمی خواهند و من برای قبولانیدن خواست خود رسالت ندارم. من فقط عاملی خراج هستم. این وضع نمی تواند برای بقای ملت شرایط فراهم سازد. همه گونه دولتی که فاقد اندیشه بقای ملت باشد پایدار نیست. مردم بخارا را به مثل بقیه نقاط ایران از خیش بیگانه ساختند. سفاری ها به جز رقابت های سیاسی با خلافت در این زمینه کاری را انجام ندادند. حتی برای آن فرصتی اندیشیدن هم نیافتند. وظیفه ما در این مرحله از بیدار کردن وجدان تاریخی مردم و از انحطاط و متشابه شوی نگاه داشتن آن است. سیما الکبیر: یعنی؟ امیر اسماعیل: من تشبه بقوم فمنه فرموده است رسول خدا. یعنی هرچی که خود را به قوم دیگر شبیه سازد دیگر با جامعه خود پیوست نیست، به قوم دیگری وابسته است، از ریشه خود بریده است، با خود بیگانه شده است، آینه دیگری شده است. مردم ما از امام اعظم به آن سبب پیروی کردند که متشابه نشوند. این رویه آزادی های میداد، وگرنه خروج ابو مسلم بی‌معنی می بود. چرا سفید جامگان با راهنمایی هاشم بن حکیم خروج کردند؟ چی عاملی آنها را برانگیخت؟ این اسیان ها علیه چی بود؟ علیه همین متشابه شدن؟ هنوز آنها به گذشته های قوم خیش پیوند داشتند.
وجدان تاریخیشان ساحرانه به غفلت کشیده نشده بود، ولی امروز چه کسانی خود را به دیگری شبیه می سازند؟ ابوالحفص ها و اسماعیل ها از خود می گریزند، خود را عجولانه انکار می کنند، پیوندهایشان را حتی فطرت تاریخی و اجتماعی و ماهیت‌های اجتماعی و فرهنگیشان را کتمان می کنند و با تأخیر خیش از خیش به دامان بیگانه می گذرند، می کوشند تا به فنای خیش در او که به نظرشان اولا و اکمل است به بقا برسند و هر چشم سیاه و جعد موی را از هر کی به او هموطن و همزاد است افضل و احسن می یابند و سخن او را فضل الخطاب می بینند و رفاقت با او را فخر خود و تقلید از او را کمال خود و نقل قول او را فضل و علم خود می شمارند و با تحقیر و تمسخر به مذهب و سنت و ارزش‌ها و خصایل جامعه خیش می نگرند و به او می فهمانند که من استثنائیم، من از آنها بدورم، از آنها بوریده و بیگانم، به شما شبیهم، مثل شما می بینم، احساس می کنم، زندگی می کنم. چی کسی امروز در جامعه ما چنین است؟ آن که شبیه شده است. امروز این شبیه شدگان به قدرت، به ثروت رسیدند، بلکه آنها را همچون عبرت دیگران به این مرتبه ها رسانیدند. این بزرگترین خطر در راه بقای ملت است. وقتی یک آزاده بدوی و فاقد فرهنگ خیش شد، بینیش و احساسش دیگر قادر نیست که ارزش و زیبایی قوم خیش را، تاریخ و فرهنگ خیش را دریابد. قوم ما را به همین مرحله رسانیدند. یکی از مشخصات و مایه فخر یک آزاده که او را از اقوام وحشی و بدوی متمایز می سازد، داشتن وجدان تاریخی و معرفت و عشق به سنت گذشته‌اش است. بلعمی آنچه که شما می خواهید یک انقلاب تکاملی است، نه کالا یا مجموعه از کالاهای صادراتی. این چیز یک شکل و رنگ خاص ندارد، یک گوهر است و حقیقتی متعالی است که انسان به تدریج به آن کامیاب می شود. امیر اسماعیل، آره، فرهنگ سیاسی گذشتگان ما متوجه شده بود که علی رغم تزلزل و ناامنی و نااستواری حکومت سلطنتی می توان دوام ملت را تأمین کرد، ولی مسئله این است که چگونه می شود علی رغم حکومت‌های بیگانه دوام ملت را تضمین کرد؟ این دوام ملت است که باز روز حکومت مداومی خواهد آفرید. همین است که در قبال تغییرات سرسام‌آوری حکومت‌ها، همین است که در قبال تغییرات سرسام‌آوری حکومت‌ها و سلسله‌ها و افراد حاکم در این سرزمینی پرشکوه و پهناور ایران، پس از تسلط عرب و اسلام باید دوام ملت را تأمین و تنظیم نمود. سرنگون شدن حکومت‌ها نشانی عدم انطباق آن حکومت‌ها با ملت است و اکنون وظیفه ماست که آن ارزش‌ها را که پایه دوام ملت ایرانی بوده است، پایه بنیادگذاری یک حکومت فری نوین بکنیم تا آن ارزش‌ها و آرمان‌ها آن حکومت را بر دوش بکشند و به آن جان ببخشند. اکنون آن هنگام فرا رسیده است که آن ارزش‌ها و آرمان‌ها باز از سرچشمه دوام ملت در ظرف حکومت ریخته شوند، چون این ملت است که هزار ساله ها دوام خود را تأمین کرده است تا بجایی که حکومت‌ها از عهده این مسئولیت بر نیامدند. از این رو ملت ایرانی بنابر حقی که در اثر سرچشمه دوام خود بودن دارد، حق بنیادگذاری حکومت و نظامی را دارد که
تجسم این ارزش ها و آرمان ها باشد. بلعمی این میلت است که دوام خود را از سرچشمه خود حفظ کرده است، نه آن که حکومت ها ضامین این دوام بوده باشند و آن که به خود دوام می بخشد خود سرچشمه همه قدرت هاست. امیر اسماعیل، آره، کسی دوام می یابد که قدرت دارد و این قدرت یک دولت متمرکز است. آنگاه میلت به صفتی تاج بخش ظهور می کند. بلعمی: بله، ولی با کدام راه؟ آنچه امیران می خواهند خیلی مشکل است و در قبال سیاستی که اسلام مطرح می سازد برای دوام ملت خطرناک می باشد. ما همیشه در معرض تهاجم اقوام وحشی و بدوی قرار داریم. با این فلسفه که جناب عالی مطرح می سازند، یعنی بنیاد گذاشتن یک حاکمیت فردی که پایه اصلیش نیازردن جان و مقدس بودن زندگی است، برای ما خیلی خطر دارد. با حاکم کردن این سیاست در دل و اندیشه و رفتار قوم و ملت خیش ضربه مهلکی به آن زده می شود. آن وقت است که متشبه می شود. برای آن که این سیاست را حاکم سازیم، باید اولاً چنان که ایشان فرمودند یک دولت متمرکز و قدرتمند بنیاد گذاری شود که مردم را برای هزار ساله ها از شر بیگانگان ایمن نگاه دارد. با این فلسفه نمی شود حکومت آرمانی را ساخت. در صورت ساختن چنین حکومت این آرمان ها از بین می روند. ما ملت را باید به یک آزارنده دائمی زندگی و جان تبدیل دهیم. این خلاف فلسفه سیمرغی است. بشر باید تا به رستم آرمانی کمال یابد و به دردها و رنجهای زندگی درمان بخشد. امیر اسماعیل: از ویژگی های بنیادی این اندیشه تقدم مهر به هر چیزی دیگر است. بلعمی: از جمله به عقیده، ایمان، شریعت و ملت و امت و نژاد و جنس و طبقه. امیر اسماعیل: در اول در دایره یک ملت و یک نژاد. بلعمی: چرا فکر نمی کنید که اندیشه در زمان حکومت‌های مقتدر چون هخامنشی و اشکانی و ساسانی به شکست فاحش روبرو شد؟ امیر اسماعیل: برای آن که آنها یکی از اصل‌های بنیادی این اندیشه را فراموش کردند و یا بی اعتبار ساختند. بلعمی: آن اصل بنیادی چیست؟ امیر اسماعیل: خرد. محض خرد پاسدار و نگهداری جان و زندگی است. خردی که به نگهبانی همه جانها و همه زندگان و همه انسانها برنخیزد خرد نیست. از این رو خرد در دامنه سیاست فقط نقش و وظیفه و تعهد آن را دارد که زندگانی انسانها را به طور کلی بدون هر گونه استثناء و تبعیضی نگاه دارد. خردی که چنین تعهدی دارد شالوده سیاست و کشورداری و جهانداری است. بلعمی: چرا شما فکر نمی کنید که این اندیشه شرک است؟ این خرد شما آن معنی را می دهد که وی برتر از هر شریعت و دین است. این خرد الله نیست. از این نظر هر چی زندگی را در این گیتی بیازارد، چی قوانین و نظام و چی دستگاه های دینی باشند، بر ضد خردند. شریعت و دین و اراده خود را اصل نیستند، بلکه زندگی در این گیتی اصل است و خرد پاسدار همین زندگی است. این است که خرد حق دارد به اندیشیدن هر چی را بر ضد زندگی مردم در گیتی می‌یابد دور بیافکند و طرد کند. امیر اسماعیل: شما به مثل ابوالحفص نیندیشید. مرا تمام وحشتم از این قبیل آدمان است. آنها متشبه شدند. مراد ما باید برگردانیدن ایشان به اصل خیش باشد، وگرنه در همه چیز تمغه شرک زدن ممکن می شود. این چیز آینده خطیر به بار می آورد.
ملت را به انحطاط فرهنگی و نژادی گرفتار می سازد. مراد از بکار بستن این سیاست یا فلسفه چیزی دیگر است. چرا ما این ساعتهای دراز در خصوص بقای ملت حرف می زنیم؟ مراد ما زنده کردن آیین گذشتگان نیست، بلکه از ویژگی‌های بنیادی این اندیشه اصلی رستاخیزی آن است. اصل سیمرغی دارد. سیمرغ هم در اندیشه گذشتگان ما خود را پس از هر کشته شدن از نو می آفریند. آزردن او انگیزه خودآفرینی اوست. این است که شکست سیمرغ همیشه پیروزی است. وقتی این ویژگی را در چهارچوبه مفهومی سرچشمه قدرت و حکومت بودن سیمرغ یا خیرت یا مهر بگذاریم، می بینیم که معنای جز این نمی دهد که نبودن حکومت و نظام و فرهنگ ملت ایرانی باید فقط سبب بازایی و خودآفرینی ملت ایران زمین گردد و با رستاخیز همین ویژگی هاست که می توان روز حکومت آزاد و دادگر آفرید که انطباق به این ویژگی ها داشته باشد. چند لحظه همه خاموش می مانند، ولی از اول تا به آخر این صحبت موغی پیر در صورت نامرئی حضور دارد. او را فقط امیر اسماعیل می بیند و گویا با او صحبت دارد و به نظر بیننده چنین می رسد که آن پیرمرد از زبان اسماعیل سخن می گوید. این حالت فقط برای اسماعیل معلوم است. امیر اسماعیل: البته از این سخنان چنین برداشت حاصل نشود که گویا من دعواگری تاج و تختی ورارود هستم. من فقط آرمانهای خیش را از یک دولت و حاکمیت فری ابراز داشتم. همه این عاملها سبب شدند که من بخارا را ترک گویم، زیرا بار مسئولیت این مأموریت برای من وزنینی می کند. یعنی برای ذره هم پیاده کردن آنها من مأموریت ندارم. آنچه بر عهده من گذاشته بودند هر کسی دیگر هم قدرت اجرایش آن را دارد. من رسالت خود را دیگر می بینم. البته این افزون طلبی نیست، اسیان و یاغیگری نیست، اعتراض نیست، حتی ناشکری از مرحمت امیرم هم نیست. از به عمل برآوردن نتوانستن قبول نکردن بهتر است. خواهش می کنم مرا درست بفهمند. از یک سخنی بی تحمل آشنا بیگانه می گردد. بلعمی مادام که زندگی مقدس است، جنگ و جهاد بی معناست. آنگاه هر قومی می تواند بر ما تسلط یابد و ظلم کند و جان بیازارد. امیر اسماعیل: قوم ما بنابر آن رسالتی که بر عهده‌اش گذاشتند یا آن که فطرت ازلیش است، فقط حقانیت به یک نوع جنگ دارند و آن جنگ برای بازداشتن آزاردهندگان زندگانی در این گیتی و آزار می باشد. از این رو برای اقوام ایرانی زندگی جهاد برای عقیده و دین و مفکوره نیست، بلکه پیکار برای حفظ حق زیستنی هر انسان است. جنگ های ما با شبوشخوارهای شمال از همین راه است و من بعد باید این جنگ ها زیادتر شوند تا توانیم آنها را از سرحدات خیش به دیارشان قفا پرتاییم. من در جنگ با این وحشی ها همین قصد را شعار خود دارم. آنها به معنی تامش آزارندگانی جان و زندگی هستند. بلعمی چرا گمان نمی برید که سماع الکبیر از این سخنان شما می رنجند؟ سماع الکبیر: من حق رنجش را از امیرم ندارم. امیر اسماعیل: این سخنها به جناب سماع الکبیر ذره تعلق ندارند. اینها به سبب به شبوشکارها مشبه شدنشان ترک خوانده می شوند، ولی در اصل از قوم ما هستند. بلعمی: آیا این راست است؟ سما: بله، اهل شهر تراز اصلاً مردم سعودی هستند
و به سبب تصرف شدنش به دست چشم تنگهای شمال شهر ترکان به حساب می آید. ترک ها در آن نفوذ ندارند و گرداگرد آن بیرون شهر در چادرها زمستان می گذرانند و در شهر بازار می کنند. الحال این شهرها را با نام ترک یاد کردن یک خطای عام شده است. بلعمی، پس موطن آنها کجاست؟ سما، شمال که منزل سرماست و در شمال و شرقی چین و مغولستان. دینشان شمنی است. ما تا مسلمان شدن قسمی مانوی و قسمی نصاری بودیم و زمان ما را به اسیری آوردند، چون ترک غلام خرید و فروش کردند و اکثری سرهنگ ها و سپهسالارها از قوم ما هستند، ولی بر خطا ترک نامیده می شوند. امیر اسماعیل، آیا از چهره و موی و رویشان پی نمی برید که ایشان با آن شبوشخوارهای وحشی هیچ عمومیت ندارند؟ حکومت ما باید از این خطر بزرگ مردمانمان را برای ابد ایمن سازد، وگرنه وجودی حکومت و دولت ما بی‌معنی می بود. سخن در این خصوص خیلی دراز است، با همین کوتاهش می کنیم. بلعمی، درست است که ما باعث زحمت امیرم شده ایم و نگذاشتیم که غبار بیفشانند و کوفتگی راه برارند. معذوریم. امیر اسماعیل، امیدوارم تا اندازه به ایشان سبب آمدنم را فهمانده باشم. در عکس حال تفصیلاتم باعث شایعات خواهد شد. بلعمی، امیرم خاطر جمع باشند. انشاءالله خوب می شود. آنها برآمده می روند. امیر اسماعیل تنها می ماند. شما گفتار ششم را از روی رمان نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.